سازمان بین‌المللی فریدم هاوس یا خانه آزادی میگوید شهروندان تاجیکستان در اوراسیا با عظیمترین موج سرکوب‌ها روبرو هستند و حکومت قدرت را در داخل تقویت داده مخالفان را در خارج هدف قرار می‌دهد. این نکته در گزارش نوی ذکر شده است که روز 4 فوریه در امریکا معرفی گردید. محققان سازمان حساب کردند که بعد سال 2014 از 129 حادثه ثبت شده در منطقه اوراسیا 38 حالتش به تاجیکستان داخل دارد. به عنوان مثال محققان از قضیه های حزب‌الله شوالی زاده، مقصود ابراهیمов و عمر علی قوتов نمونه آوردند. با نظر داشت اینکه یک کشور خرد است، تاجیکستان از نظر سرکوب و فشار یک کشور برجسته در جهان به شمار می رود. کشور شهروندان را در بیرون از خاک خود هدف قرار می دهد. حکومت تایسان در برابر سرکوب مخالفان در داخل کشور مثل منع کردن حزب نهضت اسلامی و گروه 24 اینچنین سرکوب ژورنالیستان مستقل، دانشمندان و فعالان حقوق بشر، بسیاری ها مجبور شدند کشور را ترک کنند. ولی با وجود ترک کشور آنها از دسترسی رژیم امام علی رحمان امین نیستند. نشر گزارش درباره تعقیب منعقدان حکومت تاجیکستان در خارج در حالی است که پناهجویان مقیم اروپا میگویند نزدیکانشان را نیز در وطن آرام نمیگذارند. در داخل کشور هم به پدر و مادر و نزدیکان پناهنده ها فشارها آوردن حکومت خودکامه تاجیکستان احساس امنیت را برای پناهجویان و پناهندگان تاجیک در کشورهای اروپایی کمتر کرده. اما نمایندگان حزب حاکم خلقی دموکراتی این سخنان را قبول ندارند و می‌افزایند اگر فعالیت گروه‌های سیاسی مخالف حکومت در چارچوب طلبات قانونگذاری میشد، یگان کس مانع کار آنها نمیگشت.